چجوری میتونیم تبدیل به یک تدوینگر بشیم؟ اول از همه باید بدونیم که تدوین فقط چسبوندن چند تا ویدیو به هم نیست. قراره با صدا، تصویر، ریتم و حس به این نتیجه برسیم. تدوین یک جور داستانگویی تصویریه که اگه خوب انجامش بدیم احساسات متنوعی رو ما میتونیم به مخاطب انتقال بدیم. برای شروع اصلا لازم نیست که از تجهیزات گرون یا دوره‌های عجیب و غریب استفاده بشه. اگر که بخوایم تدوین با سیستم و کامپیوتر انجام بدیم، فقط کافیه که یه لپتاپ یا یه سیستم داشته باشیم و از نرم افزارهایی مثل پریمیر، داوینچی ریزالت یا حتی کپکات استفاده کنیم. توی گوگل و یوتیوب هم کلی آموزش‌های متفاوت هست که میشه اونها رو دید و ازشون استفاده کرد. بعد از اون کم کم میشه از پروژه‌های کوچیک استفاده کرد و موضوعاتی مثل ریلز اینستاگرامی یا ولاگ یوتیوبی تدوین کنیم. همین تمرین‌های کوچیکه که مهارتت رو افزایش میده و باعث میشه قدرت بیشتر بشه. نکته مهمش اینه که همیشه باید یاد بگیری، فیلم ببینی، موزیک ویدیو ببینی، تیزر تبلیغاتی ببینی و تحلیلش کنی و ببینی که چجوری بقیه تدوینگرا اینو تدوینش کردن، ویرایشش کردن و ساختنش. هرچی بیشتر ببینی باعث میشه که ذهنت خلاق‌تر بشه. در نهایت یه تدوینگر خوب کسیه که بلد باشه شنونده خوبی هم باشه، یعنی حس کار رو بفهمه مخاطب دنبال چیه و اون رو توی ادیت به نمایش بذاره. در ادامه ببینیم که چطوری میشه از طریقش درآمدزایی کنیم. کسب درآمد از تدوین ویدیو خیلی راحت‌تر از همیشه شده. اولین راهش اینه که میشه پروژه گرفت، مثلا با تولید کننده‌های محتوا، اینفلوئنسرها یا حتی یوتیوبرها، پیج‌های بیزینسی اینستاگرام یا بقیه شبکه‌های اجتماعی میتونید ازشون کار بگیرید، ویدیوهاشون رو تحویل بگیرید و تدوین کنید. خیلی هاشون هم معمولا دنبال تدوینگر کاربلدن که بتونن ریلز ها یا ویدیوهای تبلیغاتی و ولاگ هاشون رو بهش بسپارن. اگه هیچ نمونه کاری نداری مشکلی نیست، یکی دوتا کار تمرینی رو برای خودت میتونی بسازی و بذاری توی پیجت، حالا پیج اینستاگرام، لینکدین یا حتی پلتفرم‌های دیگه کاریابی مثل پونیشا و کارلنسر که اینا داخلی هن و اگر هم خارجی بخوایم مثال بزنیم فایور و آپورکه که و به مرور میتونی کار بگیری و شروع کنی. یه راه دیگه‌اش اینه که با آژانس‌های تبلیغاتی میشه کار کرد و به صورت فریلنسری میتونی ازشون پروژه بگیری و باشون شروع به کار بکنی. اگه توی ادیت یه سبک و امضای خاصی داری، مثلا ویدیوهای تند و انرژی بالا یا حتی ادیت‌های احساسی و سینمایی، میتونی پیج و برند شخصی خودت رو به مرور راه بندازی و شروع کنی کار کردن و پروژه‌هات رو در اونجا قرار بدی و به مرور زمان آدمای بیشتری میشناسن. وقتی قوی‌تر بشی آهسته آهسته میتونی آموزش بدی و خیلی دیگه هم هستن که دوست دارن این کار رو ازت یاد بگیرن و بهشون یاد میدی. مثلا میتونی کانال یوتیوب تو راه بندازی، آموزش هات رو در اونجا قرار بدی. مهارت‌های مورد نیاز برای یک ادیتور: تسلط روی نرم افزار تدوینه. یکی از مهمترین وظایف تدوینگر اینه که روی نرم افزاری که داره کار میکنه تسلط کافی داشته باشه که ذهنیتش رو توی ویدیو و تصویر پیاده کنه. اگه بخوام چند تا نرم افزار رو مثال بزنم، میشه پریمیر، داوینچی و فاینال کات پرو. اگه تازه کار هستی مهم نیست که از کجا و از کدومش شروع کنی، فقط مهم اینه که تا تهشو بری. درک ریتم و زمان بندی: تدوین فقط کات زدن و بریدن و چسبوندن ویدیوها نیست. یادت باشه باید حس کنی که کی باید یه کات بزنی، کی یه موزیک اوج بگیره یا یه پلان نفس بده. این یعنی گوش خوب، حس قوی و درک ریتم. داستانگویی تصویری: ادیت خوب یعنی این که بتونی یه داستان رو با تصویر و صدا تعریف کنی. حالا چه بخوای یه تیزر تبلیغاتی بسازی، چه یک کلیپ عاشقانه یا یک مستند. خلاقیت: وقتی بخوای یک تدوینگر یا یک ادیتور خوب باشی یعنی اینکه باید به اندازه کافی ذهن خلاقی داشته باشی. باید بتونی راه حل پیدا کنی، ایده بدی، افکت بسازی یا حتی از کمترین متریال یک ویدیو جذاب بسازی. توجه به جزئیات کوچیک مثل یک افکت صدا یا یک برش بد، نور ناهماهنگ میتونه کل حس ویدیو رو خراب کنه و از بین ببره. باید دقت کنی و چند بار کار رو بازبینی کنی. مدیریت زمان:
وقتی پروژه ها زیاد میشن یا ددلاین نزدیکه، باید بتونی زمانتو خوب مدیریت کنی. ادیتورها معمولا وقت کم و در این حال کار زیاد دارن. توانایی کار با صدا و موزیک. صدا توی تدوین خیلی مهمه. باید بدونی کی صدا رو قطع کنی، کی فیک بدی، چه موزیکی حس درستی میده و چجوری صدا رو تمیز و یا جذاب ترش بکنی. یادگیری مداوم. آپدیت های تدوین روز به روز در حال تغییره. افکت های جدید، ترند های روز، هوش مصنوعی و کلی چیزهای دیگه. پس باید همیشه در حال یادگیری باشی و سعی کنی خودت رو آپدیت نگه داری. کار تیمی و ارتباط با کارفرما. یکی از کارهای مهمی که لازمه ما یادش بگیریم اینه که ارتباط خوبی رو بتونیم با کارفرما داشته باشیم، نقد پذیر باشیم و گاهی هم با تیم‌های دیگه مثل فیلمبردار، طراح گرافیک و کارگردان همکاری داشته باشیم. صبر خیلی زیاد. ادیت یه کاریه که ممکنه ساعت‌ها طول بکشه. شاید برای یک پروژه 1 دقیقه‌ای نیاز باشه ساعت‌ها براش تلاش کرد. تا یادم نرفته یکی از بیشترین سوالاتی که پرسیده میشه دانشجوها میپرسن، میگن که از کجا یاد بگیریم؟ اینترنت سرچ می‌کنی، توی چت جی پی تی و هوش مصنوعی دیگه میشه سرچ کرد، توی گوگل میشه سرچ کرد و کافیه که سرچ کنی کلی دوره‌های رایگان نرم‌افزارهای افتر افکت، پریمیر و بقیه نرم‌افزارها هست که کافیه انتخابشون کنی و شروع کنی به دیدن. من خودم در حال حاضر توی کانال یوتیوب زاگرس فارسی و وبسایت زاگرس فارسی 3 تا نرم‌افزار رو داریم آموزش میدیم: نرم‌افزار فتوشاپ، نرم‌افزار پریمیر و نرم‌افزار افتر افکت که پلیلیست 0 تا 100 پریمیر کاملا استاندارد برای یادگیری تدوین و میتونی درش بسیار قدرتمند بشی. سیستم و تجهیزات مورد نیاز برای تدوین ویدیو چی میتونه باشه؟ با سیستم متوسط هم میشه به نتیجه رسید. نه خیلی لازمه که سیستم قوی باشه، نه از اون طرف هم سیستم ضعیف باشه. پس یه سیستم متوسط برای شروع خوبه. اولین چیزی که نیازه یک پردازنده و سی پی یو مناسبه. پیشنهاد من اینه که از یک سی پی یو میان رده میشه استفاده کرد. مثلا Core i5 9400F. اگر که تدوینمون به مرور زمان نیازه که کمی سنگین‌تر بشه، مثلا لازم باشه که از نرم‌افزار افتر افکت استفاده بشه، میشه از کارت گرافیک GTX 1080 استفاده کرد. برای افزایش سرعت کارمون از رم 16 گیگ به بالاتر میشه استفاده کرد. یه هارد هم واسه ذخیره‌سازی نیازه که فکر می‌کنم اگر 1 ترابایت باشه کافیه. و در ادامه ما میتونیم از یک پاور و مادربرد مناسب با اون چیزی که اسمبل کردیم و جمع کردیم استفاده کنیم. تجهیزات بعدی ما میتونه یک مانیتور با کیفیت باشه. توجه بکنید که کیفیتش مناسب باشه که در طولانی مدت به چشمتون فشار نیاره و یک هدفون نیازه که تمرکز بیشتری رو باهاش بشه توی کارمون داشته باشیم و موس و کیبورد هم که یکی از ملزومات کار هست. نکته بعدی اینه که میز و صندلی خیلی مهمه، چون که توی طولانی مدت ما قراره کار تدوین رو انجام بدیم. حتما باید استاندارد باشه و احساس راحتی داشته باشید. کار به اندازه کافی سختی خودشو داره. میز و صندلی اگر استاندارد و راحت باشه به ما کمک میکنه که عوارضی مثل کمردرد پیش نیاد در طولانی مدت و پیشنهاد من اینه که در کنارش هم حتما ورزش و نرمش رو هم در پیش بگیرید که قوای بدنی خوبی هم داشته باشیم. بازار کار و درآمدزایی. توی چند سال اخیر بازار تدوین ویدیو رشد خیلی زیادی داشته. حضور شبکه‌های اجتماعی متفاوت مثل یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و بقیه شبکه‌ها باعث شده که محتوای ویدیویی اهمیت بسیار زیادی داشته باشه. نتیجهش هم این بوده که همه تولید کننده‌های محتوا نیاز بسیار زیادی داشته باشن و افرادی که بیان توی تدوین بهشون کمک کنن. از طرفی تعداد تدوینگرها هم زیاد شده که این قضیه باعث میشه که رقابت هم بین خود تدوینگرها زیاد باشه. اگه بخوام خیلی کلی بگم، ما از طریق 2 راه میتونیم به عنوان تدوینگر ویدیو به درآمد برسیم. یکی از اون روش‌های فریلنسری و دورکاریه که از هر جایی که حضور داشته باشی به صورت اینترنتی و دورکاری میتونی پروژه بگیری و بعد به سفارش دهنده تحویل بدی. روش بعدی اینه که میشه استخدام شد. با اون شرکت‌ها میشه مذاکره کرد و باشون کار کرد. یه سری سایت‌های کاریابی هم هستن که ما میتونیم به وسیله اونها کار دریافت کنیم. جذب مشتری و تبلیغات به چه صورت میتونه باشه؟ مهمترین چیزی که یک ادیتور نیاز داشته باشه که بهش کمک بکنه برای اینکه بتونه بره کار بگیره، نمونه کارشه. پس یادت باشه نمونه کار مهمترین ویژگی یک ادیتوره که باهاش میتونه
کار دریافت کنه. پیشنهاد من اینه که میتونید خودتون یه سری پروژه ها رو بسازید و با اون یک نمونه کار بسازید. اگر که نمونه کار ندارید میتونید کلی فوتیج و ویدیوهای متفاوتی توی فضا و بستر اینترنت هست، اونها رو دانلود کنید، دریافتشون کنید و با همونها نمونه کار بسازید. بعد از اینکه نمونه کار رو ساختید میشه به طریق‌ها و روش‌های متفاوتی کار دریافت کنید. یکی از اون روش‌ها همونطور که گفته شد استفاده از سایت‌های فریلنسریه. توی این سایت‌ها میشه ثبت نام کرد و پروفایلتون رو می‌سازید و نمونه کارها رو اونجا قرار میدید، از خودتون می‌نویسید، بیوگرافی و تجربتون، و به واسطه این سایت‌ها میتونید پروژه بگیرید. روش بعدی فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، یوتیوب و آپاراته. اینجاها میشه کار گرفت. وقتی که توی این شبکه‌ها شما فعالیت بکنید، این باعث میشه که شانس گرفتن پروژه‌تون افزایش پیدا کنه. نمونه کارهاتون رو توی این پلتفرم‌ها میتونید قرار بدید و به صورت مداوم تولید محتوا کنید که باعث رشد بیشترتون بشه. روش بعد آگهی گذاشتنه. توی یه سری سایت‌ها مثل دیوار و شیپور شما میتونید آگهی بذارید و پروژه و کار بگیرید. در انتها بریم مزایا و معایب شغل تدوین ویدیو رو بررسی کنیم. مزایا رو با هم بررسی کنیم. آزادی کار. یکی از مهمترین فاکتورهایی که تدوین ویدیو داره اینه که آزادی عمل داریم و میتونیم که توی هر زمانی که خودمون بخوایم پروژه رو کار کنیم. مورد بعد امکان درآمدزایی بالا و پروژه‌ای وجود داره. اگه کارمون خوب باشه معمولا پروژه زیادی رو میتونیم بگیریم و هر وقت که پروژه پایان رسید میشه با اون کارفرما تصفیه حساب کرد. مورد بعدی این تخصص اینه که آموزش‌های بسیار زیادی در رابطش وجود داره و ما به راحتی میتونیم تخصصمون رو ارتقا بدیم و بسیار میتونه کار رو برای ما راحت‌تر بکنه. معایب این کار رو بریم ما هم بررسی کنیم. یکی از مهمترین معایبی که وجود داره اینه که فشار زمانی درش هست. یعنی طبق یک زمان خاص با یک شرایط خاص ما باید ویدیو رو تحویل بدیم و برسونیم به اون شخص یا ارگانی که به ما سفارش داده و اگر که تایم و برنامه‌ریزیمون رو نتونیم مدیریت کنیم امکان داره دچار مشکل بشیم. مورد بعدی اینه که رقابت در حوزه تدوین ویدیو بسیار شدید و سنگین شده که اگر که شما روزانه تقویت بکنی خودت رو آپدیت بکنی و از اطلاعات روز بتونی بهره مند باشی میتونی مسیر رو بهتر طی کنی.